اولین نکته بچه‌ها برای شوت زدن حمله به سمت توپه. اگر تو با قدرت با سرعت بیشتری به توپ حمله کنی غالبا می‌تونی ضربه محکم‌تر و بهتری بدن. نکته دوم پای تکیه‌گاه یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم. من اگر پای تکیه‌گاهم از توپ جلوتر باشه توپ از دیدم خارج میشه. اگر پام از توپ عقب‌تر باشه پای تکیه‌گاهم تعادلی برای ضربه توپ زدن نداره. از پای تکیه‌گاه من به فاصله یک کفش باید بغل توپ باشه. نکته سوم که خیلی مهمه، من باید پنجه پام به سمت جلو کشیده شده باشه و بعد به توپ ضربه بزنم. اگر پاشنه پا به زمین نزدیک باشه پاتون به زیر توپ میخوره، هر چقدر قدرت بذارید پشتش توپتون به سمت بالا میره. اما اگر موقع ضربه زدن پاشنه پای من از زمین فاصله داشته باشه پای من به کمر توپ میخوره و ضربم از سطح دروازه بالاتر نمیره. و این نکته خیلی مهم که هست اینه که بعد از ضربه برای شوت‌هایی که میخوایم قدرتش بیشتر باشه همه این نکاتی که رعایت کردیم بعد از ضربه من پامو پشت توپ میکشم، یعنی با پام توپو هدایت میکنم. به اصطلاح بعد از ضربه پام اینجا تموم نمیشه، من نمیخوام ضربه چیپ بزنم که بزنم اینجا تموم بشه. من پایان دامنه حرکتی پام باید پشت توپ باشه و بعد از ضربه پام بیاد بالا. من هر چقدر این پامو بعد از توپ بکشم و توپو دنبال کنم ضربم با قدرت و دقت بیشتری. متوجه شدین؟